پدر و خواهر و دادر گفته احترام کن، یعنی به قدر اونها رسیدنم بین. این هم قدر و قیمت شوهر در پیش نزدیکا و اولادهاش بلند برداشتن. اگر اونها را تو احترام کردی، مرد کم تو را احترام میکنه. در خانه چی سیری میشود گو بچم، چی کاری که در خانه شوهرت میگذرد، هیچ جا اینها را نقل نکن. حتی خواهرای عزیز، همین را به پدر و مادراتون نگین، به دوگانهاتون نگین در خانه شوهراتون چی گپ میگذرد. سیر خانوادگی را حفظ کن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. من الحال یک لحظه که تنفس کردم و الحال باز در نزد نوار نشستم و وعده کردم که چگونه ای که امام احمد حنبل 10 نصیحت برای فرزند ارجمندش گفته گذاشتند و خوشبختی فرزندش در همین 10 نصیحت دیدن. الحال باز 10 نصیحت دیگری که مادری که به نام حضرت امامه بود، این خانم بگیم عوف ابن ملهم که یکی از سردارهای قبیله بود، وقتی دخترش شوهر میداد، خانمش گفت، عائله‌ش گفت که دختر تا نصیحت کن، مصلحت ده، تا که مقصد در خاندان شوهر همان عزت و خیری که در خانه ما و تو دارد، همون جمع همین عزت پیدا کند. پس این مادر چه مادری خوشبختی بود. این مادر در حال دخترکش فریاد کرد و در رو بروی خود شیناند و این نصیحت ها را کرد. پیش از نصیحت ها چی گفت؟ گوش اندازه. دخترم، قانون زناشویی قانون خداست. الله مرد را برای زن، زن را برای مرد آفریده است. دخترم، تا امروز تو در این خانه تربیت گرفتی، اکنون جایی می روی که آن خانه با تو شناسایی ندارد. 10 نصیحت دارم، اگر به جای آری مثل خانه پدرت با عزت و با احترام باقی میمانی. و این نصیحت ها، مادر گفت، از تمام جهازی که برای تو آماده شده است این بهتر است. مادرای عزیز، سخن این مادر را گوش کنید. دوست بدارم شما هم میخیل مادر باشید، شما هم میخیل معامله داشته باشید. قانون زن و شوهری قانونی خداست. خدا مرد برای زن، زن برای مرد آفریده است. بچم، اگر خواهی که در خانه شوهر عزت بیابی، ببین چگونه که در خانه من عزت داری، در خانه شوهر عزت بیابی. همین 10 نصیحتی مرا گو بچم گوش کن. از تمام جهاز، از تمام اون مال و ملک که من برای تو مقصد جمع گیر کردم، این 10 نصیحت ارزشش بلندتر است. مادرای عزیز، حاضر فکر میکنم که برعکس شدگیه. از شما فقط برای رکلام، برای چیز بسیار دادن، عقل بسیار نه، نصیحت های زیبا نه، فقط و فقط خرید زیاد کردن، مال بسیار دادن که من 10 بار گفتم مال آدم خوشبخت نمیکند. انا که 10 نصیحتی که این مادر کرده است، مادرای عزیز گوش اندازید که این مادر خوشبخت دخترش چی گفت. خواهرای عزیز، شما هم گوش اندازید، در زندگیتون اینها را مقصد کار فرمایید.
یکم قناعت را پیشه کن. طلبهای زیاد، حواسخوری های زیاد شوهر را خسته میکند و زندگی شیرین به تلخی مبدل می شود. گو دختران، از زمره زنهای با قناعت باش. قناعت یعنی حریص نباش، گرسنه نباش، بسیار طلب کننده نباش، بسیار جمع کننده نباش، بلکه قناعت داشته باش. پیامبر میگو لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس. کسی مالی بسیار دارد لیکن حریص با جمع کرده سای وای بای نیست. گو بچم وای ثروتمند نیست. ثروتمند کسی هست که با داشتگیش قناعت میکنه، شکرگزاری میکنه. برای میگو بچه عزیزم گفت، دختری عزیزم گفت، طلبهای زیاد نکو که، خواهشهای زیاد نکو، حواسهای زیاد نکو که مردک خسته میکنی، مردک دلمانده میکنی. وقتی مردک خسته شید، مردک که دلمانده شید، زندگی شیرین و زندگی تلخ مبدل میشه. به هر چیزی که میابی بچم، خواه از لباسه باشد، خواه از خوراکه باشد، تو با او قناعت کن. انشاءالله قناعت این بسیار نعمت بزرگی هست که شما را به همه انشاءالله امکانات های بهترین برده میرساند. یکم نصیحت این مادر این بود. دو، یک زبان و یک دل باش. گاه ها می شود که باید از حق خودت بگذری. اگرچه تو گناهگار نیستی، تا یک زبان از بین نرود. همیشه مقصد یک دل و یک زبان باش. گاه ها می شود که میگه در زندگی ممکن است چیزی را بر بالای تو میارن که تو هیچ عیبی تو نیست، کمبودی تو نیست. یکی میگه برای زندگی بچم تحمل کن و همون سیر مقصد همون بودگی را به شوهرت بگو که من در همین جا هیچ عیب و هیچ کمبودی ندارم. و یک دلی و یک زبانی تا با شوهرت مقصد دایم نگه بدار و بسیاری مشکلات های زندگی را تحمل کن. در حال سبکی نکن. حاضر وقت اند گپی که در خانه می شود در حال می تلفن میگیرین و مادراتان و پدرهاتان و خانواده را دیگه نمیگین ساعت 12 شوی، یکی شوی، زنگ میزنین اینا در خانه ما تری شید، اینا من شوهرم تری کرد. اینها را خواهرای عزیز نکنید. زندگی میگه آینه بیش و کمی است. هر شب در آسمان ستاره نیست. زندگی مشکلات ها دارد، لیکن انشاءالله خدا میگه فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. پشت هر سختی با آسانی دارم. پایان شب سیاه سفید است. نصیحت سه، چشم گفت بچم برای دیدن است. 5، بینی برای بویدن است. چشم در منظرهای زیبا لذت میبرد. دخترم، خانه را و خودت را خوشبوی و زیبا کن. همیشه شوهرت بوی خوش و جای تازه را بیند تا ناراحت نشود. مصلحت سیمون گو بچم امین. چشم گفت این چشم بیننده. وقتی بچم گفت چشم منظره نیک میبیند، جای تازه را میبیند، در حال بین انسان قلبش آرام میکنه. بینی باشد برای بویدن. وقتی مردک وارد خانه میشود و در خانه بوی خوشه، در بدن زنش بوی خوشه، گفت اینجا ده هم مقصد دل مردک خرسند میشود. وقتی مردک خرسند میشود بچم کاری کن. گفت که هیچگاه مردک وقتی وارد خانه شد، خانه را مثال در یک حالتی بد نبیند، در یک حالتی نارفتگی و ناچیندگی نبیند. مردک وقتی وارد خانه شد در خانه بوی بد، بوی غلیظ احساس نکند. خواهرای عزیز، بسیاری خواهرای ما در سکسی ها زندگی میکنه، تازگی ها در رعایت کنه. بین این مادر بین حتی تازگی هم در زندگی تأثیری خودش دارد. نصیحت 5،
وقتی غذا و خواب شوهر همیشه با وقتش باید تیار باشد. گو بچم یکی مردک وقتی غذاشه، وقتی خوردن و وقتی خواب کردنش باید که رعایت شود. یعنی شما میدونید که مردک شما در ساعت 12 خوراک میخورد تا آمدنش الکه دسترخوان تازه آماده، خوراک تیار، همین رسیدن برابر دست آب میگی، خوراکش میاری. اگر آمد و مقصد در خانه به تماشای تلویزیون بودی یا به بازی تلفن مشغول بودی یا اینکه مقصد بیروناد سیر کردی، این آمد و مقصد حالت غذاخوریش آمد، هیچ چیزی در خانه نیافت. بینید؟ یا ساعت خواب کردنش آمد، خانه از حسابی یا بدبویش بود یا افلاسیش بود، حتی برای خوابش هم امکانات نیافت. حتما در همینجا گو بچم خواهی نخواهی زندگی هاتون خیر نمیبینه. حتما در اینجا مردک ناراضی میشود، ناراحت میشود، شاید جنگ شود، شاید حقارت شود، شاید از خانه برآمده رود. برای همین بچم گفت ایره هم رعایت کن. نصیحت هفتم، کیبانو باش گو بچم و مال خانه را بیهوده اسراف نکن، زیرا مال به آسانی به دست نمی آید. مادرای عزیز، خواهرای عزیز، خوب گوش کنید. دختر وقتی که به شوهر میبرارین، دختر باید که الک کیبانو باشد. دخترای شما باید عهده برا باشند. شما طریق زندگی تاجیک میدانید که باید از کدام نوعهای خوراک، همه نوع خوراک باید دخترای ما و شما باید که پخته توانند. تمام نوع سلط ها را باید تیار کرده توانند. تمام از نمود میوه ها را، چی کمپات باشد چی ورینی باشد، باید تیار کرده توانند. مهمانی مقصد شوهرش باید که گذرانیده تواند. برای این میگه بین هم کیبانو باشم، هم بچم مالی، آن مالی که در خانه میاد بیهوده صرف نکن، زیرا مال با آسانی به دست نمیاد. چقدر اگر شما در صرف کردن احتیاط داشته باشین، همیشه مال مردک محافظت کنین، به خدا قسم همه ایران مردک به نظر میگیره، هر کاری تر اهمیت میده. ببینین من بسیار دیدم مردهایی که حتی میگه همین 5 کیلو گوشت خانه میاری یه هفته نمیبره. من نمیدانم چی کارش میکنه. این سبب جنجال ها را بینین که از مال هم از خراجات بیهوده هم میشود. پس مادر فرزندش گفته سعی هم بچم کیبانو باش، هم اسرافکار نباش. هر چیز به اندازه خودش. نصیحت هشتم، خب با نزدیکان شوهرت نکورفتار باش. نصیحت هشتم این مادر، نزدیکای شوهرت قطعاً هیچگاه بدرفتاری نکن. کسی از خویشاونده ها، کسی ای نزدیکاش هست، همش حرمت کن، همش به قدرش برس، همش اکا و پدر و خواهر و دادر گفته احترام کن. یعنی به قدر اونها رسیدن هم بین، این هم قدر و قیمت شوهر در پیش نزدیکا و اولادهاش بلند برداشتن. اگر اونها را تو احترام کردی، مردک هم تو را احترام میکنه، مردک هم به قدرت میرسه. لیکن من بسیاری مثال ها را نمیارم در اینجا که بعضی زنها چی شرط های ناخوبه در پیش مردکاشون میگذارن که مقصد تو در فلان فلان کارها را اجرا نمیکنی. اگر چنده که گپ شما هم در اینجا یگان تأثیر نمیگذارد، لیکن در دل مردک نفرت پیدا می شود. برای همین نزدیکای شوهر گفت این مادر احترام که دخترم. 9
هیچ وقت سیری خانوادگی را با کسی نگوی. این یک نوع خیانت است. در خانه چی سیری می شود گو بچم؟ چی کاری که در خانه شوهرت میگذرد هیچ جا اینها را نقل نکن. حتی خواهرای عزیز، همین را به پدر و مادراتون نگین، به دوگانهاتون نگین در خانه شوهراتون چی گپ میگذرد. سیری خانوادگی را حفظ کن، زیرا این سخنها هم روز از روزها بیرون می شود، بلند می شود، به گوش اونها می رسد و تو اعتبار تگوم میکنی. برای همین چیزی در خانه شوهر میگذرد خواهرای عزیز اینا در یگان جا نگوین، زیرا هر یک خانه به خودش یک گپی خودشه دارد، یک سیری خودشه دارد. اینها را در جای شما بیان نکنید. حتی پیامبر نازنین مان که حدیث امام مسلم جناب ابو سعید خدری میگه کدام زنی که میگه حتی خانه‌داریش در پیش نزدیکاش نقل کند یا مردی که خانه‌داریش در پیش نزدیکاش نقل کند، اینا چی گفت پیامبر؟ گفت این من اشر الناس عند الله، اینها بدترین افلاس‌ترین مردم در نزد الله هستند. نصیحت نهم مادر چی بود؟ سیری خانواده را حفظ کن و نگه دار. 10 شوهر را غمدار دیدی خرسند مشو، او را دل برداری کن. خواهر عزیز گفتن اگر به شرطی که زن مردک تا غمدار دیدی مشکلات بر بالاش آمد خرسندی نکن، بلکه در پهلوش مثل همون تو هم غم زده باش. خرسندی نکن، گفت دل برداری کن. انا این 10 نصیحت به دخترش کرد و بعدا چی گفت؟ همان نصیحتی که امام احمد حنبل گفت بچم، گفت انا اینجا گو به تو سعادت دنیا و سعادت آخرت و زندگی خوب و نیک موفق میشه و صاحب میشه. الهی مهربان توفیق تان تید و این 2 مصلحت های خیلی بلند و زیبایی را که من برای شما به قدر همان دانش و فهمیشی که داشتم رسانیدم گوش اندازین. انشاءالله شما خوشبخت میشید. خداوند در پناه رحمتش نگهبانتان باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.